رحیم. عزیزان گرامی و مخلصان دین، باز هم درباره یک اسم صفتی دیگری پروردگار، فواید و فایده هایی که هست انشاءالله با شما ما از متن این کتاب بزرگوار با شما نقل میکنم و تا جای شود که از ذکر همین نام پروردگار خداوند متعال مشکلات ما و شما را حل بگردن. این اسمای الله هست. اسمای الله، کسی که با نام الله دعا کنه و حفظ کنه الله جنت میبرش، الله کامیابش میگردنه. العزیز، او کدام اسم خداست؟ العزیز، یعنی آن ذات که غالب است هرگز مغلوب نمیگردد. معناش همیست، غالب است هرگز مغلوب نمیگردد، شکست نمیخوره. فایدهش یک، هر کسی که هر روز این اسم خداوند را العزیز را 40 مرتبه تا 40 روز بخواند، روز 40 مرتبه تا 40 روز بخواند، خداوند همین انسانی که این نام خدا را ذکر کرده معزز و مکرم و گرامی و مستغنی قرار خواهد داد. یعنی در بین مردم معزز و محترم میشه، قابل قدر و گران قدر میشه و مستغنی میشه. یعنی به این پروردگار غنای ظاهری و باطنی نصیب میکنه، یعنی پیسه دار میشه، دنیا دار میشه، باطنش هم غنی میشه. یک. دوم، کسی که بعد از نماز فجر، بعد از نماز صبح 41 مرتبه العزیز را بخوانه، ذکر بکنه، انشاءالله محتاج مخلوقات نخواهد شد. یعنی خداوند به برکت این نامش 41 مرتبه بعد از نماز صبح بخوانه، یک کسی در سر جای نمازش یا در راه مشکل نداره، 41 مرتبه خواندن از این 4 دقیقه در بر نمیگیره، الا 5 دقیقه چی شد مشکل نیست. 41 مرتبه بعد از نماز صبح العزیز را بخوان، خداوند تو را محتاج مخلوق نمیگرداند. چه معنا؟ اگر قبلا ذلیل بودی، خار بودی، بی عزت بودی، خداوند متعال عزت و کرامت باز میسر میکنه. یعنی هر کسی که عزتش عدست رفته، ذلیل شده، این را بخوانه، خداوند متعال عزتمند میگردانه. یک، و در پیش مخلوقات محتاج نمیگردانه. این دو. سیوم، کسی که یا عزیز من کل عزیز به حق عزیز، این را پیوسته همیشه ذکر خود بگرداند، میان مخلوقات بازم گرامی خواهد گشت. یا عزیز من کل عزیز به حق عزیز، در بین مردم با عزت و با شرف الله برش زندگی نصیب میگردانه. سه شد نه؟ چهارم، کسی که میخواهد پیش مسئولین، پیش حاکما، پیش قاضیا، پیش رئیسا، پیش قدرتمندا چی بگرده؟ صاحب قدر و عزت بگرده، دوستیش زود حل بکنه و در ریاست هیچ موانع پیش روش ایجاد نشود. اگر کسی بخواهد پیش قاضی گرامی شود، قبل از رفتنش پیش قاضی یا عزیز را 200 مرتبه بخونه. فردا تو در ریاست یک کار داری، بسیار گیربار و مشکلات است، دوسه حل کردن خیلی جنجال داره، 200 مرتبه یا عزیز را بخوان، انشاءالله آن مسئول و حاکم در حق تو مهربان میشه، قلبش پروردگار از اون سختی ها و یا از اون تندروی ها منعکس میکنه برات، به نرمیش و مهربانی و به دست بسیار به شفقت به دست مشکلت حل کرده میته. پنجم، کسی که بعد از نماز خفتن یا عزیزو من کل عزیزین ادعو بلطفک یا عزیزو، این را بخوانه، رحمت الهی به سویش سرازیر می شود. رحمت و برکت و فیض خداوند متعال بعد از خفتن یا عزیزو من کل عزیزین ادعو بلطفک یا عزیزو، این را بعد از نماز خفتن بخوان. مشکل نیست که یک دفعه میخوان، 2 دفعه میخوان، تعدادش نوشته نکرده بزرگا. الله متعال رحمتش به سوی تو سرازیر خواهد گشت. ششم، اگر شمارش غلط نکنم، ششمش، کسی که 7 روز پی در پی این اسم خداوند را 1000 مرتبه بخواند. چه معنی؟ ده 7 روز 1000 بخواند چند میشه؟ 7000 مرتبه.
دشمنت امریکایی کافر، یهود، نصارا، بیدین، قاتل، ظالم اگر ده 7 روز پی در پی روزی 1000 مرتبه بخوانید، دشمنش هلاک خواهد گردید. دشمن شکست میخوره، شکست سیاسی، شکست ظاهری، شکست علمی، شکست خدا ذلیلش کنه، از بین ببره که در مقابل تو هرگز سر بالا نکند. 7 روز پی در پی 1000 مرتبه هر روز بخوان، دشمنش هلاک خواهد شد. هفتم، اگر شخص دستش را به سوی دشمن دراز بکند و این اسم را 70 مرتبه بخواند، با امر و حکم الهی دشمن شکست میخوره. دشمن به طرفت میاد 70 مرتبه یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز و هم تو دستم سرش اشاره کن، الله دشمن را شکست میده، الله رسوایش میگرداند، الله از بینش میبره.